أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. گناهها هنگامی که زیاد شدن انسان چی باید کرد؟ بله، فإن كانت الذنوب متفتحة في وجهك، اگر نشانه های گناه در تو آشکار شده باشد فوراً از خدا کمک بخواه. فاستغیث بالله، فوراً یعنی از خداوند باید اولا چی باید کنیم؟ کمک خواهیم، یاردم خواهیم که ما عاجز هستیم. والجأ الیه، و به او، بعد الله پناه ببر. پناهگاهی تو باید الله باشد. و خاکسارانه بعد از کمک خواستن و پناه بردن خاکسارانه باید دعا کنی. وحس التراب علی رأسک، یعنی که خاک را به سرت ریز، یعنی که معنای این است که خاکسارانه باش، یعنی که پشیمان باش، متکبر نباش. و قل، و در دعای خود این قول را تکرار کن. به زبان عربی این دعا را از یاد کرده و معنایش را فکر کرده با معنای این، یعنی که دعا بعد به الله مناجات باید کند انسان. که این دعا چی است؟ اللهم انقلنی من ذل المعصیه الى عز الطاعه. ای خداوند، اللهم، ای خداوند، گفتنی گپ است، انقلنی، مرا از خواری گناه، انقلنی من ذل المعصیه، انقلنی مرا نقل کن از خواری گناه به کجا نقل کن؟ الى عز الطاعه، به عزت طاعت راهنما ساز یا الله. اللهم انقلنی من ذل المعصیه الى عز الطاعه. ای خداوند بزرگ، مرا از خواری گناه به عزت طاعت راهنما ساز. گفته باید دعا کنیم. بله. و بعد از این چیکار کنیم؟ وزور ضرائح الاولیاء و الصالحین، همچنین قبرهای اولیا و صالحان را زیارت کن و در آنجا چنین دعا کن. و قل یا ارحم الراحمین، ای ذاتی که، یعنی که ندا به الله، خواهش از الله. هنگام زیارت کردن قبرهای صالحان و بزرگان ندا را، خواهش را از الله میکنیم که تمامی سازنده چیزها الله است. و قل یا ارحم الراحمین، ای ذاتی که از همه مهربانها مهربانتر هستی، به من با رحمتت رفتار کن. باید این دعا را چی کنیم؟ تکرار کنیم. و هنگامی که گناهمون زیاد شد به ناامیدی نباید رویم. هنگامی که به ناامیدی رفتیم دستمان را، فکرمان را، قلبمان را به شیطان امانت کرده میشویم که خداوند از این حالت بد ما و شما را، نسل ما و شما را هم محافظه و در راه خود دائم گرداند. والحمد لله رب العالمین.